سلام برای بچه گل. امشب براتون یه فیلم حال به همزن آماده کردم که میبینید ماسکم هم زدم که حالا تعاون نگیرم. پس شما مگه دارید غذا میخورید اول غذاتون رو تموم کنید بعد بشینید نگاه کنید، چون میدونم که خیلیاتون حالتون بد میشه از این چیزی که میخوام نشونتون بدم. نمیدونم فود بلاگرن، گو بلاگرن، گو خورن، نمیدونم، خلاصه با هم یه چیزی میبینیم و ازشون هم میخورده میخندیم و شاد میشید، ولی مطمئن باشید خیلیاتون هم حالت تعور میگیرید از این چیزایی که اینا میخوان بخورن. با هم میریم نگاه میکنیم. قبلش لایک سابسکرایب یادتون نره، ما رو حمایت کنید. امیدوارم هر جا که هستید شاد و خوش و سلامت باشید، فقط از ما حمایت بکنید. بدون حرف اضافی دیگه میریم میبینیم با هم. اینم از هاتداگای فنریمون. حجم هاتداگو ببینید، به به، حجم هاتداگی که میبینید برای یه ساندویچشونه. یا خدا. هوای خیلی گرم فقط هندونه است که خیلی میچسبه. اصلا نمیفهمم چرا باید با سیر این رفتارا رو داشته باشن. آخه سیر با عسل تازه میگن خوشمزه است. بزن بریم تو کارش ببینیم چطوری میشه. عسل داریم و سیر، بزن بریم. امیدوارم که خوشمزه باشه. این دومین باره که دارم بلا سر سیر میارم. کافیه. خب امتحانش کنم. خدایا کاش خوب باشه. آخه سیر و عسل چجوری میتونه انقدر خوشمزه بشه؟ آقا بچه ها واقعا خوشمزه است. من اون سری که سیر رو سرخ کردم دیدم خوشمزه است، این سری هم گفتم امتحانش کنم. انگار هر چالشی که به سیر ربط داشته باشه خوشمزه و خوب میشه. فره رو باید اینجوری خورد. قشنگ رولش میکنی، خیلی سنگینه. یه گاز میزنی، یه گاز دیگه. من امروز یه محصول جدیدی رو پیدا کردم، پاپکورن. ببینید خودش جعبه داره، میذاریم روی آتیش درست میشه. بزن بریم ببینیم میشه یا نه. چه آماده شد، ببینیم که چطوری شده. چه باحال بود. یه سریاش درست نشده. یه چیز جالبتر این که سس هم داشت. ببینید الان این سس کچاپ رو میریزیم روش رو میخوریم. ولی جدا چیز باحالی بود. خودتون هم میتونید ظرفش رو درست کنید. نظرشون چه؟ ویدیوی بعدی آموزش بدم ظرفش رو. واو Oh my god Oh my god Gimana ya?